هفته 16 بارداریتون رسیدید. تبریک میگم. جنین 16 هفته‌ای شما تقریبا 10 تا 11 سانتی متر و وزنش حدوداً 100 تا 150 گرمه و تقریبا به اندازه یک گلابی بزرگ شده. پوست شفاف و متمایل به صورتیه و لایه‌های بیشتری به اون اضافه میشه. در این زمان تمام عضلات و استخوان‌های کودکتون در جای خودشون قرار گرفتن و سلسله اعصاب اونها عملکرد خودشون رو آغاز کردن. چشمش با اینکه هنوز بسته است اما با آرامی حرکت میکنه و همونطور که گفتم به نور حساس‌تر شده. سیستم گردش خون و مجاری ادرارش مشغول فعالیتن و قلبش روزانه حدود 25 لیتر خون رو پمپ میکنه و به قسمت‌های مختلف بدن میرسونه و این مقدار در اواخر حاملگی به حدود 190 لیتر در روز میرسه. تماس کودک با جفتش از طریق بند ناف انجام میشه که با رشد هرچه بیشتر کودک و افزایش نیازهای اون ضخیم‌تر و قوی‌تر میشه. خون از طریق بند ناف به بدن کودکتون جریان پیدا میکنه و رسوندن مواد غذایی و دفع مواد زائد رو از مایع آمنیوتیک انجام میده. جفتم همزمان با کودکتون رشد میکنه و از هزاران رگ خونی که برای انتقال مواد غذایی و اکسیژن به کودکتون فعالیت میکنن پشتیبانی کنه. و اما باز هم چند نکته مهم برای مامان باردار قشنگم. از هفته 16 به بعد با پایین رفتن سطح هورمون‌ها احساس آرامش بیشتری پیدا می‌کنی و کمتر دچار خستگی میشی و انرژیت هم خیلی زیاد میشه که حتی بعد از یک روز کاری طولانی هم باز هم انرژی رو در خودت احساس می‌کنی. حالت تهوع از بین میره و اشتهات هم بیشتر میشه و از حالا به بعد بهتر میتونی احساساتت رو کنترل و مهار بکنی. اما اگر گاهی دوباره احساسات و علائم قبلی تکرار شد تعجب نکنی. خیلی زود یکی از بهترین لحظات حاملگیت رو تجربه می‌کنی. احساس حرکت جنینی که در شکمت داری. بعضی از خانم‌های حامله ممکنه که اولین بار حرکت جنینشون رو توی این هفته احساس بکنن، در حالی که اکثر خانم‌ها باید تا هفته 18 یا حتی هفته 20 صبر بکنن و حتی ممکنه که گاهی وقتا 1-2 هفته از این دیرتر هم بشه. مخصوصا خانم‌هایی که اضافه وزن داشته باشن یا حاملگی اولشون باشه، اینها باعث میشه که حرکات جنینشون رو دیرتر احساس بکنن. اولین حرکت‌های جنینتون مثل حرکت حباب‌های هوا و یا شبیه حرکت ماهی توی آب به نظر میاد. در هفته‌های بعدی مطمئناً لگد زدن کودکتون رو احساس می‌کنید. توی هفته 16 استخوان‌های کوچیک گوش‌های جنینتون سر جای خودشون قرار گرفتن. به خاطر همین از حالا به بعد وقتی که شما صحبت بکنید جنینتون صدای شما رو میشنوه. درسته که گفتیم احتمال سقط خیلی کاهش پیدا کرده ولی احتمال سقط دیرهنگام هم هستش. اما احتمالش خیلی پایینه. سقط دیرهنگام سقطیه که توی هفته‌های 14 تا 20 حاملگی رخ میده. پس اگر علائمی مثل درد شدید زیر شکم، کمر، لکه بینی، خونریزی و یا دفع لخته داشتید حتما باید مراجعه بکنید و این موضوع رو پیگیری کنید. بهتره که از جوشنده‌های گیاهی استفاده نکنید. درسته که روی اونها نوشته شده گیاهی و سالم ولی همیشه به معنی سالم بودن قطعی اونها نیستش، مخصوصا در طی بارداری. به خاطر اینکه تحقیقات خیلی کمی در مورد گیاهان صورت گرفته و کسی نمیدونه که آیا واقعا ضرری داره یا خیر. بهترین ورزش در دوران بارداری شنا هستش. شنا فعالیتی کم تحرکه و عضلات و قلب و عروق شما رو بدون اینکه عوارضی برای مفاصل و رباط‌های شما داشته باشه به کار میگیره. احتمال آسیب دیدن توی این ورزش خیلی کمه و همچنین حالتی از بی‌وزنی به شما دست میده و این برای کسی که مدام وزنه سنگین رو داره با خودش حمل میکنه بسیار خوشاینده. در تمام دوران حاملگی تا وقتی که پزشکتون شما رو از ورزش منع نکرده میتونید شنا کنید. ممکنه خیلی جاها شنیده باشید که اگه ضربان قلب جنینتون 140 تا باشه یعنی پسره و اگر بیشتر از 140 تا باشه دختره. این موضوعیه که خیلی جاها در موردش صحبت شده ولی در حقیقت این نادرسته و در پزشکی بی اساس شناخته شده. ضربان قلب جنین دختر و پسر تفاوت معنیداری با هم نداره و تشخیص جنسیت جنین از روی عدد ضربان قلب جنین خیلی صحیح نیست. این هم از هفته 16 منتظر هفته 17 بارداری باشید. کاملترین هفته و هفته‌های بارداری با ماما روحی.